خب دوستان، دوباره من تو این قسمت که هستم اینجا رو کلیک کردم. حالا اینجا میام دنبال چی میگم؟ دنبال جدول. جدولم نزدیک بود. بله، تیبل. فقط کافیه ما بدونیم که جدول میشه تیبل. حالا میایم تگش رو پیدا میکنیم. روش کلیک کردم. خب دوستان دقت بفرمایید، الان من وارد همین صفحه تیبل شدم. الان تو صفحه تیبل ما شما اگر که ملاحظه بفرمایید به این صورت تگ‌های مربوط به تیبل رو برامون میاره. به این صورت هستش. حالا شما دقت بفرمایید اینجا تگ‌ها به این صورت هستش که تیبل، باز دوباره تگ تیبل باز میشه. حالا استایلش هم اینجا گفته ویدثش مثلا 100% باشه، یعنی تمام عرض صفحه رو بپوشونه. و بعد حالا تیبل بسته، پس تیبل باز و تگ تیبل باز، تگ تیبل بسته. حالا داخل تگ تیبل ما میایم ستون ها و ردیف هامون رو مشخص میکنیم که TR باز، تگ TR باز، تگ TR بسته. خب این یعنی چی؟ یه ستون. یه ستونمون دارای 3 تا ردیف هستش که اینجا توش می‌نویسیم first name، last name و age. بعد یه ستون دیگه داریم که دارای 3 تا ردیف هست، ایل، اسمیت و 50. بعد دوباره یه ستون دیگه داریم که با TD داخلش ردیف ها مشخص هست. حالا دوستان دقت بکنیم، من روی این try it yourself روش کلیک میکنم تا برم نتیجهش رو ببینم به چه صورت به من نشون میده. الان من نتیجه رو مشاهده میکنم که اگه اون کد نوشته بشه نتیجهش به چه صورت روی صفحه من نشون داده میشه. خب ببینیم دوستان، به این شکل هست نتیجه. کدها رو ببینیم. دقیقاً به همون صورت هستش که من خدمتتون توضیح دادم. هر آنچه اینجا بنویسیم اینجا میبینیم، یعنی برعکس دریم ویور هست. تو دریم ویور ما میرفتیم اشیا رو میذاشتیم اینجا، مینوشتیم سمت راست و بعد کدش رو میرفتیم سمت چپ میدیدیم. حالا اینجا برعکسه، ما اینجا کدا رو مینویسیم، نتیجهش رو میبینیم که به چه صورت توی صفحه ظاهر میشه. از همین شما میتونین عکس بگیرین، تو موبایلتون داشته باشین و حفظش بکنین. به صورت یک مثال میتونین اینو حفظ بکنین و تصویر سازی بکنید و یادتون باشه.